السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال بینندگان گرامی، من میخواهم برای شما تارت میداوی را نشان بدهم. امروز شروع میکنیم اول از کریم همین تارت. شما میبینید که من دو تا کسترول در اینجا گذاشته هستم، دو تا ظرف، یکیش به خاطر کریمش است، دومش به خاطر خمیرش. حال اول از کریم شروع میکنیم. یعنی بسم الله. 600 میلی لیتر شیر داریم در اینجا. شیر را در ظرف میریزیم. خب بعد از شیر را که در ظرف گرفتیم، آتش زیرش روشن میکنیم. حال ببینین 250 گرم شکر داریم. شکرم همراه میکنیم. حال منتظر میشیم که شیر ما جوش بیاید، جوش بخوره. تا جوش خوردن ایره ما در اینجا 200 میلی لیتر شیر گرفتگی هستیم جداگانه. دو دانه تخم است، دو قاشق آرد داریم، یعنی 60 گرم آرد است. حال اینها را ما با یکدیگر آمیخته میکنیم تا که شیر ما جوش بیاید. میشه که در همین باز دوباره شیر ما بگیریم، راحت تر است آماده کردنش. دو دانه تخم هم همراه کردیم. حال این را آمیخته میکنیم. ببینید که تخم آمیخته که شد، 60 گرم آرد که داشتیم ایرم اضافه میکنیم. باز میکنیم. خلاص بینندگان گرامی، این آماده شده است. منتظر میشیم که شیرمون که جوش که آمد، این را در بالای ظرف همراه میکنیم. حال بینندگان گرامی ببینید که شیر ما جوش خورده است. اینی که آماده کرده بودیم ایرا همراه میکنیم. خوب میکوبیم تا غفص شدن همینه ما ایرا میکوبیم. حال بینندگان گرامی ببینین اینا کمی که امتا جوش خورد، خلاص دیگه آماده شده است. بسیاری بعد نبایسته که زیرش میسوزد. حال خلاص این رو میگیریم یک طرف میگذاریم تا که کریم ما سرد شود، خنک شود. تا سرد شدن ایره بینندگان گرامی حال ما شروع میکنیم خمیر میداوی را آماده کردنش. 150 گرم عسل داریم. اول عسل را در ظرف میگیریم. 150 گرم عسل است. حال زیری کسترول ما روشن میکنیم آتش. منتظر میشیم که عسل ما آب شود و گرم شود. بعد از گرم شدن عسل 350 گرم شکر داریم. شکر هم همراه میکنیم. حال بینندگان گرامی عسل ما بینید که آب شده است، کمتر جوشیده شده است. شکر هم همراه میکنیم. 350 گرم شکر داریم. حال منتظر میشیم که شکر ما آب شود. این کم کم آمیخته کنیم میره، چون که عسل که گرم که هست شکر تیز آب می شود.
بینندگان گرامی ببینید که شکر ما آب شده است. یک دفعه آمیخته کنیم. اینا به همین ترتیب. یک قاشقچه سودا داریم. 8 گرم سودا است. سودا را آمیخته میکنیم. همراهش ببینید پدیام میتیه. همین سودا با همراه عسل که باشه خیلی پدیام میتیه. اینا دم کرده. ایرم تو میکوبیم. تو کوفته یک کم رنگش تغییر کنه، رنگش سرخچه شوه. بگیم که کرامل نی سویت شوه. این حال 150 گرم مسکن داریم. مسکن هم همراه میکنیم. این مسکن هم همراه کردیم. باز خوب میخیل آمیخته کنین و آتش کیلتتون خاموش کنین. دیگه لازم نمیشه داریم ما کیلتا لازم نمیشه. اینا گرفتیم یک طرف میگذاریم. کم کم میکوبیم خوب آمیخته شوه. بعد میگذاریم کم کم خنک شوه. میخواد سرد کنه چون که تخم داریم. 3 دانه تخم رو باز همراه میکنیم داری. اینم تو کوفته میستیم. ببینین اینم ترتیب قطعی. حال میگذاریم کم کم خنک شوه. بعد نوبت به تخم میرسه. حال بینندگان گرامی خمیر ما کم طرف خنک شده است. 3 دانه تخم داریم. تخم را علاوه میکنیم داری. اینا بسم الله یک تا میکوبیم. به خاطر چی گفتیم کم تر خنک شود که اگر گرمی بعد باشد باز تخمای ما میپزد داخلی. اینا من خیلی قطعی میکوبیم. حالا بینندگان گرامی 700 گرم آرد داریم در اینجا. یک پچکه رزدیختل داریم. 15 گرم می باشه. رزدیختل را همراه آرد آمیخته میکنیم. این هم ترتیب قطعی. من همیشه گفتم که کوشش کنین اگر آردتون اله کنین خوب است. کوشش کنین که اله کنین همی آردتون. اینا چیکار میکنیم ولی آرد همراه میکنیم همراه همین عسل و اینا. این همی ترتیب قطعی میبیزیم. 700 گرم آرد باشه اله کشن کنیم. ولی ما بینندگان گرامی همه آرد را اله کردیم در داخل ظرف ما گرفتیم. ولی نوبت بس خمیر آمیخته کردن است. این ترتیب قطعی را خمیر میکنیم. بینندگان گرامی خمیر ما آماده شده است. آمیخته کردیم آماده شد. ولی خمیر رو یک طرف میگذاریم. 150 گرم آرد داریم در اینجا. ما چیکار میکنیم
حاضر یک نصف ارد درجه میریزیم تا خمیر مونه با می ارقتی میخیلیم بگیم یک کمک اردم در این لازم داریم. اینم ترتیب قطی حال خمیره خمیر مانا همش گرفتیم. حال اینمی ترتیب قطی کمتر میخیلیم خمیره. تو که همین خمیر در دست ما نچسباید. بینندگان گرامی خمیرمان آماده شد. در 150 گرم ارد که داشتیم همش در این مصرف کردیم بگیم رفت. حالی خمیرمان ترازو دا میگذاریم میبینیم که چند گرم میاد. 1 کیلو و 615 گرم آمد. ما باید چیکار کنیم؟ 20 دانه زواله لازم داریم. از این 20 دانه زواله میگیریم. هر زواله ما 80 گرمی باید باشه. 80 گرم 81 گرم میشود بعضش. اینجا زواله بگیرین در یک فدناس کلانتر در خلدنی بمونین. در خلدنی که موندین مدت نیم ساعت میباشد. بعد از نیم ساعت به خاطر چی در خلدنی؟ به خاطر که کمتر یخ کنه خچه خنکترش شاخ که میشود دیگه ارده کم استفاده میکنیم ما در مرحله بعدی. بینندگان گرامی ما بعد از نیم ساعت خمیرمون از خلدنی گرفتیم. 100 گرم ارد دیگه همینجا داریم به خاطر کمتر ارد لازم میشود. حال ببینین کمتر ارد میپوشیم. خب یک دانه خمیرمون هم میگیریم. خمیره اول کم مکک خیلی ملایم میکنیم. خب باید خمیره تنگ میکنیم. نمی ترتیب قطعی تنگ میکنیم خمیره. حال بینندگان گرامی خمیر تنگ کردیم. قالب ما 26 سانتی متر است. ایرا میگذاریم ببینین. خوب خلاص یک لیست جداگانه را میگیریم. ایرا در بالای لیست میگذاریم. این خیلی در بالای لیست ممکن گذاشتیم. این حال میبریم میره در دخوفکه میگذاریم. حرارت 250 درجه میباشد. تیز میپزدی زیاد شاید 1 دقیقه یا 2 دقیقه پخته شود. باز شما میبینیم. اینا بینندگان گرامی حال پخته شد. میگیریم میره از داخل دخوفکمون. اینا بینندگان گرامی پختیم خمیرمونه. حال تیزم بوده گرم بدنش. اینا باید ما از لیست بگیریم. اگر از لیست که نگرفتیم قاق میشود. خمیرمون قاق کشید دیگه وقت میشکند. اینا بعد از قالبی که داشتیم 26 سانتی متر است. اینا میگذاریم در بلوش. بعد میبریم نمیخیم.
اینهایی که اضافه میشود کروشکا ایرا چیکار میکنیم ما نمیپرتیم به خاطر برای بالای تورتمان در کار میشود. اینه به همین ترتیب همه این خمیرمان رو میپزیم. باز میبینید شما بینندگان گرامی ببینید که خمیر تورتمان این قوتاش پختیم 20 دانه شده است. حال این یک طرف میگذاریم. خب این همون اضافه بودگی خمیر است. این ما پسان میده میکنیم برای بالای تورت لازم میشود. حال چیکار میکنیم یک ظرف جداگانه میگیریم کرم آماده میکنیم. ما در اینجا 500 گرم مسکن داریم. مسکن تا بگیرین یک 3-4 ساعت پیشتر از خلدینی بگیرین در هوای خانه نرم شود ملایم شود. 500 گرم مسکن رو در ظرف میگیریم. این ترتیب قطعی این. حالا بینندگان گرامی با میکسر این مسکن ما رو میزنیم. خب یک کم تغییر که زدیم جا ونیلین داریم. ما 2 قاشقچه ونیلین رو همراه میکنیم. خب باز با میکسر آمیخته کرده تا که مسکه ما پدیان بتید. حال ببینین بینندگان گرامی اگر شما از میکسرهای کلان می داشتین با او راحت تر است. چون من به خاطر تعلیم دادم با میکسرهای خرد قطع استفاده کرده ایستادم که شما ببینین. حال بینندگان گرامی کرم ما خلاص آماده شده است. ببینین که مسکن یک ذره بسیار شده است نسبت بیشترش. این همون زورنایی که آماده کرده بودیم همون است. ولی از این زورنایمون کم کم در ایش کار میکنیم اضافه میکنیم. این هم ترتیب قطعی اضافه کرده باز با میکسر آمیخته میکنیم. این باز این به همین ترتیب قطعی تماشابینان گرامی تا که کرمان آماده شدن شه همین خیلی میزنیم. بینندگان عزیز کرم ما این خلاص شد آماده شده است کرم. ولی کرم یک طرف میگذاریم. کرم که یک طرف گذاشتیم دوستان عزیز ولی قوت اولش شروع میکنیم. ما اینجا 20 دانه از این کارژیکا پختیم. 10 دانگی 2 تا تورت میکنیم. شما میتونید که اگر یک تا تورت کنید میتونید یک تا تورت کلان پخته کنید. حالا شما ببینید اینا به همین ترتیب قطعی کرم شکیده قبط به قبط تیره خیلی کرم میکنیم. اینا باز قوت دومش میگیریم. اینا به همین ترتیب که مسکن رو میشکیم کرم مانده بالاش.
بینندگان گرامی، تورتامون کریم کردیم، خلاص شدیم. حال اضافه خمیری که بود میره میده کردیم. حال چیکار میکنیم؟ در بالای تورتمون میشپیم. میره اینه به همین ترتیب قطعی در بالاش میشپیم. بینندگان گرامی، این تورتای ما آماده شده است. شما کوشش اینه که بگذارین 3-4 ساعت در یک جا بیستن. تورتاتون خوب می شود، بعد نرم می شود. من حالی می خواهم که یکیشه برای شما قوت نشان دهم که چخیل است. بسم الله. این بینندگان گرامی، ببینید قوت تورت مونه چقدر کریم نمایان است. 10 قوت دارد. ببینید اینا نوش جان کنین. تماشابینان گرامی، نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین. پادپیسات را فراموش نکنین. الله یار و مددگارتان باشد تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.